سلام، خوش اومدین به اولین ویدیوی کانال من. تو اولین ویدیو قراره روند طراحی فیگور و کاراکترهایی که طراحی میکنم اونم با تکنیک دیجیتال رو مرحله به مرحله بهتون نشون بدم. ولی بدونید اگر قرار با این روش با تکنیک‌های آنالوگ هم کار کنید نیازمند تجربه بیشتری و باید چشماتون از قبل آنالیز کردن عادت کرده باشه. نمیدونم چند تاتون مثل منید، ولی من همیشه انگشتام یا زخمن یا سوختن یا پوست دورشون خشک شده و میسوزه. واسه همین قبل کار دور انگشتم این چسبایی که تو ظرف آدامس باربی قدیمی گذاشتم و میزنم که درد نگیره. این نکته رو همیشه گفتم، الانم میگم. شما برای اینکه یه آرتیست خوب باشید نیاز به بدن سالم دارید. پس تا جایی که میشه درست بشینید، آب کافی بنوشید، ورزش کنید و مراقب خودتون باشید. خب دیگه کم کم وقت شده که بریم سراغ موضوع اصلی ویدیومون. برای این روش بهتر از رفرنسی استفاده شه که تا حد امکان لباس کمتر یا چسبیده تری تنش باشه که تمرکز روی فیگور باشه و لباس باعث خطای دید نشه. همونطور که تو تصویر گفته شده، اپاسیتی لایر رفرنس رو کم کردم و با اضافه کردن یک لیر جدید شروع کردم به آنالیز مستقیم از روی رفرنس. تو دید اول شاید این مرحله یک کمی گیج کننده به نظر بیاد که مثلا نمیدونید از چه شکلی استفاده کنید یا هر چیز دیگه ای، ولی به من اعتماد کنید. فقط سعی کنید راحت ترین اشکال رو جایگذاری کنید. مثل تصویر خیلی راحت هر شکلی که میبینید رو همونجا بکشید، بدون اضافه کردن ماهیچه‌ای، بدون اضافه کردن هیچ انحنایی. فقط سعی کنید خطی ترین حالت ممکن اشکالتون رو پیاده کنید. فقط یه کاری که من انجام میدم تو قسمت‌های مثل دست و پا میام یه کوچولو ماهیچه‌ای تر و انحنایی تر طراحی میکنم که کارم جذاب‌تر به نظر برسه. از اونجایی که رفرنسم کفش داره، کفشش رو توی همین مرحله تقریبا و حدودی طراحی میکنم که برای مرحله بعد راحت تر باشم. ببینید منظورم از ماهیچه‌ای دقیقاً این انحناییه که این قسمت از دست میذارم، وگرنه ما بقیه اجزا رو کاملا خطی طراحی میکنم. اینجا آنالیزی که از روی رفرنس داشتم و دقیقاً میذارم کنارش. برای همینه که میگم این روش توی حالت دیجیتال بیشتر و بهتر جواب میده. خب با یه رنگ دیگه میام کنارش دقیقاً همون اشکالی که اون زمان آنالیز کردیم رو پیاده میکنم، با این تفاوت که این بار میتونم توی سایز شکل‌هایی که دارم طراحی میکنم تغییر ایجاد کنم، مثلا پهن‌تر طراحی کنم یا باریک‌تر. اگر دقت کنید من برای این قسمت شکمش کلاً اون روش دایره‌ای رو دارم پیش میگیرم. واسه همین میگم خیلی خودتون رو درگیر این نکنید که وای نمیدونین چه شکلی درسته که بیاد رو قسمت آنالیزمون. میتونید بلند و کوتاه‌ترش کنید، کلاً هر بلایی میتونید به جونش بیارید با این روش. واسه همینه که میگم این روش خیلی روش خوبیه و کلا با این روش خیلی راحت تر میتونید تیپ های مختلف بدنی رو اجرا کنین، چون نیاز نیست رفرنستون حتما چاق و توپل باشه به خاطر کاراکترتون، یا حتما اسکینی باشه، یا چه میدونم ماهیچه‌ای و عضله‌ای باشه. ببینید از اونجایی که قالبی که دارم طراحی میکنم به سبک رئال نزدیک‌تره، پس نیازمند رعایت قوانین و چارچوب هاست که همین باعث میشه آنالیزمون نسبت به حالت فانتزی تر، پیچیده تر و نیازمند صبوری و تلاش و تمرین بیشتری باشه. پس طبیعیه اگر بار اولته اونطور که میخوای نشه. مطمئنم که بار 20 که طراحی میکنی نسبت به دفعه اول هم تجربت بیشتره، هم نتیجت پیشرفت بیشتری داره. خب میام دوباره زوایای بین پای آنالیزم رو بررسی میکنم، میبینم که طراحیم یه کوچولو دچار مشکله. اگر دقت کنین یه کوچولو این پا جلوتره و اون پای کمی باید بره عقب‌تر. خب از اونجایی که ابزارهای دیجیتالی اومدن تا به ما کمک کنن، یه کوچولو پای عقبی رو بیشتر به سمت عقب میکشم چون کادرم جا نداره پای جلویی رو خیلی بیارم جلوتر.
میدونی یکی از دلایلی که کانال یوتیوب زدم این بود که دلم میخواد واسه کسایی که تو شروع مسیرن یا کلا ناامید شدن و نگرانی دارن بگم که کاملا طبیعیه این احساساتشون. من وقتی دست آرتیستای بزرگتر از خودم رو میدیدم همش میگفتم وای چقدر دستشون راحت حرکت میکنه، چقدر ذهنشون همیشه ایده داره، چقدر کشیدن براشون راحته. ولی بهتون قول میدم با اشتیاقی که توی مسیر دارین و تمرین درست و مداوم میتونید حتما به این نتیجه خوب برسید. خب اینجا میام آنالیز رفرنسم رو بررسی میکنم، ببینم یک کوچولو بالاتر از این خط باید دستش رو شروع کنم. اینجا دوباره میام یه لایه باز میکنم، اپاسیتی این طرحی که کشیدم رو کم میکنم و میام شروع میکنم به گذاشتن جزئیات بیشتری. فقط حواستون باشه از اونجایی که اینجا اصلا پورتره مطرح نیست خیلی سایز براشتون رو کوچیک نکنید و بذارید نهایتا با یه سایز کوچیکتر از اون براشی که مرحله قبل طراحی کردید طرحتون رو پیش ببرید و برای جزئیات صورتش خیلی همچین با دیتیل و ریزه میزه کار نکنید. یه کمی سرعت تصویر رو بیشتر کردم که خیلی حوصلتون سر نره. فقط دارم از همون خطایی که از قبل کشیدم دوباره پررنگ‌ترشون میکنم اصطلاحاً و اینکه این بار با جزئیات بیشتریه. فقط توی این مرحله یه کوچولو حجم و اون بافت چربی ها و ماهیچه ها رو هم اضافه میکنم و کلا قسمت هایی که دورترن خیلی کنتراست به کار نمیدم و با یه سایه حلشون میکنم. مثل این دستی که دارم طراحی میکنم اگه دقت کنیم قسمت پایینی آرنجش رو کلا توی سایه میبرم که خیلی دیتیل و جزئیات نداشته باشه. میبینی؟ اصلا توی این مرحله لزومی نمیبینم همه خطوطم رو پرفشار جایگذاری کنم. البته این بخش از استایل منه و شما هر جوری که عشقتون میکشه میتونید این مرحله رو میتونید قشنگ کلین لاین آرت بکشید، بستگی داره به سبکی که دارید کار میکنید. راستشو بخواد شما که غریبه نیستیم، نمیفهمم اینجا چرا این کارو کردم، ولی ببینید دیگه یک توضیح منطقی بابتش ندارم. خب حالا میام تیکه‌هایی از سبک کارم رو کم کم اضافه میکنم، یه جاهایی میام کاملا خطوط رو از بین میبرم و یه جاهایی میام با فشار بیشتری مثل اینجا خطوط رو اضافه میکنم. یه وقتای خوبه اگر به لباسش تیره که اضافه کنیم، ولی من احساس میکنم که اینجا شاید خیلی خوب و مناسب نباشه. من دیتیل بیشتری برای صورتش میذارم و با دقت بیشتری میام طراحیش میکنم. منتها باز هم حواسم هست که اینجا پورتره مطرح نیست و اولویت ما اینه که فقط چهره کرکتر از دور مشخص باشه.
خب فکر میکنم تا همینجا برای این مرحله کلیتش کافی باشه. حالا یه لایه دیگه باز میکنیم، اوپاسیتی لایه قبلیمون رو کم میکنیم و میایم با استفاده از یک براش جدید که یک کوچولو کار رو از این حالت خیلی صافتور در بیاره و میتونیم هم از رنگ مشکی استفاده کنیم. من از آبی تیر استفاده کردم و شروع میکنم به گذاشتن دیتیل و جزئیات بیشتر. خب از این مرحله یه کوچولو سبکم رو بیشتر وارد کار میکنم، ولی شما اگر دوست داشتین میتونید با روش خودتون پیش برید، میتونید به موهاش جزئیات بیشتری بدید. فقط حواستون باشه همونطور که قبلا گفتم از اونجایی که شما اینجا کلیت کار مطرحه براتون، دیتیل بیش از حد دادن هم غیر حرفه‌ای میکنه کارتون رو، هم اصلا زحمتتون دیده نمیشه و همین که زمان بیش از حدی از دست میدید. و کلا اگر دقت کرده باشید من هر وقت اینجور فیگورها رو طراحی میکنم از چشمای نوپودی خیلی ساده یا چشمای بادامی طور که خیلی خطی ترن استفاده میکنم که درگیر جزئیات نشم خیلی. خب همونطور که میبینید من دائما تصویر رو دور میکنم که ببینم چطور با کلیاتم هماهنگی داره این جزئیاتی که دارم میذارم و اگر که هماهنگی نداره یه طور دیگه اجراش کنم، چون تو حالت دیجیتال ما قابلیت زوم کردن داریم. برای همین دائم باید حواسمون باشه که دیتیلمون بیش از حد نشه. اینجاها دیگه باید خیلی حواستون به اون دیتیل و ماهیچه های نهاییتون باشه، چون این خطوطیه که آخر از همه داره گذاشته میشه و خطوط اصلیتونه و قرار نیست که دیگه تغییر پیدا کنه، پس خیلی باید دقت کنید. به همونجور که قبلا گفتم یکی از کارهایی که توی سبکم سعی میکنم انجام بدم اینه که جزئیات زیاد رو بگیرم. مثلا قسمت هایی که یکمی دورترن سعی میکنم با هاشو رو مثلا یه سری خطوط کلی بپوشونم که خیلی مجبور نشم مثلا جزئیات زیاد به نمایش بذارم. خب همونطور که میبینید من کاملا توی این مرحله جزئیات رو حذف کردم و حاشیه‌ها رو جایگزینش کردم، ولی باز هم میگم شما اگر دوست دارید توی این مرحله، چون مرحله آخره، میتونید که با سبک و استایل خودتون پیش برید و نیازی نیست که حتما از این روش ها پیروی کنید. از اونجایی که کفش رو توی آنالیز اجرا نکردم باید دوباره برگردم به رفرنس تا ببینم قوزک بالای بند کفشه یا زیر بند کفش، که همونطور که میبینید بالای بند کفش قوزک رو اجرا کردم.
خب برای این سهم حتی اصلا انگشتا رو هم نمیکشم و فقط کلیات رو میبینم، چیزی که از دور مشخص میشه. میبینید هر جایی که نیاز بود خطوط گذاشته شد و تاکید شد و هر جایی هم که نیاز نبود با یک سری سایه و هاشو پوشونده شد. الان که دارم این صدا رو میذارم روی ویدیو دقیقا یادم نمیاد چرا ناف رو خود رفرنس مشخص کردم. البته روی رفرنس مشخص بود ولی چرا خواستم رو کاراکتر من بذارم نمیدونم واقعا. تازه میبینید خیلی هم دارم واسش زحمت میکشم، نمیفهمم چرا اینقدر آروم و یواش. در نهایت هم پاک کردم، مرسی واقعا. خب برای اینکه کرکترم روی سطحی مستحکم شه اینجوری واسش یه سایه‌ای میکشم که نشون بده حالا روی یه زمینی قرار داره. ولی شما به هر سبکی که دلتون خواست میتونید این کار رو انجام بدید. خب اینم از نتیجه نهایی. میبینید چقدر راحت با همین روش تیپ های مختلف بدنی رو تونستم طراحی کنم. راستی اگه از یوتیوب پیدام کردی این پیج اینستاگراممه، خوشحال میشم بهش سر بزنی. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب نره، طول میکشه به فضای یوتیوب عادت کنم. ولی تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.